سلام دوستان، به کانال نئومایند خوش آمدید. خوشحالم که اولین ویدیو رو با شما شروع میکنم. اینجا قراره با هم در مورد موضوعاتی صحبت کنیم که میتونه زندگیمون رو تغییر بده. اگر به قدرت ذهن، دیسیپلین و رشد فردی علاقه داری، حتما جای درستی اومدی. تو این کانال قراره با هم روش‌های علمی و کاربردی برای بهبود عملکرد ذهن، کنترل افکار و تقویت دیسیپلین شخصی رو یاد بگیریم. اگر دنبال این هستید که چطور از پتانسیل ذهنیتون بیشترین استفاده رو ببرید و روش‌هایی رو یاد بگیرید که میتونن به شما توی رسیدن به هدف‌هاتون کمک کنن، اینجا همون جایی که باید باشید. برای ویدیوهای آینده قصد دارم در مورد موضوعاتی مثل تقویت قدرت ذهن و تمرکز، ترفندهای ساده و علمی برای افزایش بهره‌وری، دیسیپلین و رویکردهای روانشناسی برای رسیدن به اهداف، متدهای موفقیت در زندگی روزمره، رشد فردی و چطور میتونیم به نسخه بهتری از خودمون تبدیل بشیم صحبت میکنیم. قبل از این که ویدیو تموم بشه میخواستم یک ترفند ساده و کاربردی برای تقویت دیسیپلین بهتون بگم. اگه به خاطر مشغله های روزمره یا حواس پرتی نمیتونید همیشه به اهدافتون برسید، یکی از بهترین راه ها اینه که هر روز 10 دقیقه زمان بذارید و تمام تمرکزتون رو فقط روی یک کار خاص بذارید. این روش به شما کمک میکنه که تمرکزتون رو تقویت کنید و هیچ وقت از مسیر اهدافتون منحرف نشید. اگر دوست دارید اینجور نکات و مطالب رو بیشتر یاد بگیرید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای جدید رو از دست ندید. همچنین خوشحال میشم توی کامنت ها بگید که دوست دارید بیشتر در مورد چه موضوعاتی صحبت کنیم. ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. هیچ وقت فراموش نکنید که قدرت تغییر در دست خودتونه. با کمی تمرکز و دیسیپلین میتونید به هر چیزی که میخواهید برسید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.